شمار از محصلین و شاگردان مراکز انستیتوت‌های تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت پروان 11 پروژه هوشمند که شامل سیستم بایومتریک، تنویر پارکینگ و چهارراهی، موتور برقی، ربات مسیریاب، هشدار دهنده اماکن نظامی، چنجر اتومات برق، واتر پمپ، سیستم سولری و دروازه هوشمند را که طراحی کرده بودند در جشن فراغتشان به نمایش گذاشتند. در مدت 2 سال درس خوانیم. نوآوری ما که است یک لاک دور است یا دروازه قلف است، قلف دروازه است که ما ساختیم. اگر ما حمایت کمک بسیار پروژه کلان در نظر داریم که باید به بهره برداری سپرده شود و از او استفاده کنیم. در این حال شمار از مسئولین حین فراغت این جوانان میگند که این اداره همواره تلاش میکند تا جوانان تحصیل کرده متخصص و متحد را به جامعه تقدیم نموده تا باشد جامعه به سوی تعالی و پیشرفت سوق داده شود. د تکنیکی او مسلکی زده کړو اداره نه یوازې داسې یو ښوونیز مرکز ده، یو علمي مرکز ده، بلکې د ملي پرمختګ لپاره یو مهم بنسټ ده. د ستاسو هر نوښت د دې هیواد د اقتصاد د ودې او د ټولنې د پرمختګ لپاره خورا زیات ارزښت لري. ما انشالله تا سطح کوشش خود سطح تلاش خود میکنیم که انشالله که برای اینها هر قسم آمادگی باید آینده داشته باشیم که اینها یک چیز محصل ما یک چیز یاد بگیرن و در این ملت خدمت بکنن. گفتنی است که در حدود 356 تن محصل از 8 انستیتوت و 9 رشته تخصصی اداره تعلیمات تکنیکی مسلکی ولایت پروان امروز سند فراغت به دست آورده و تقدیم جامعه گردیدند.